در اولین مسابقه‌ام همان اول کار رکورد جهانی را شکستم. اما من اصلا یک ورزشکار واقعی نیستم. من فقط راننده‌ام و تنها وظیفه‌ام رساندن ورزشکاران به تیم ملی است. اما همین که رسیدیم کل تیم مریض شد چون حال معده همه به هم خورده بود. واقعیت این است که من غذای یک رستوران را بی‌مزه پیدا کردم. برای همین 1 کیلو کامل گازوئیل داخل آن ریختم. بعد هم گذاشتم همه ورزشکاران آن را امتحان کنند. در نهایت کل تیم راهی بیمارستان شد. عجیب این بود که برای من هیچ اتفاقی نیفتاد. مربی کاملا از کوره در رفته بود. فکر می‌کرد من جاسوس تیم رقیب هستم و نزدیک بود با پلیس تماس بگیرد و من را دستگیر کند. می‌خواستم توضیح بدهم اما او گوش نمی‌داد. چاره‌ای نداشتم و با 1 ضربه او را از هوش برداشتم. وقتی به هوش آمد از قبل بسته شده بود. دستیارش عصبی شده بود و گفت بدون شرکت کننده آبرویش می‌رود. من گفتم باشه خودم شرکت می‌کنم. چند تماس گرفتم و بعد از مدت کوتاهی برادرهایم رسیدند. همه‌شان راننده کامیون بودند. ما قرار بود نماینده تیم ملی باشیم. رژه ما خیلی غیر عادی بود. انگار در یک شو مد راه می‌رفتیم. رشته اول پرتاب توپ بود. به داور هشدار دادم که کنار بایستد چون ممکن است توپ به او برخورد کند. اما او خندید. باور نکرد که بتوانم دور پرتاب کنم و گفت بالاخره شروع کنم. با لبخند سردی توپ را پرتاب کردم. توپ مستقیم به داور برخورد کرد. واقعاً رکورد را شکسته بودم، اما داور پرتاب را خطا اعلام کرد چون به کسی برخورد کرده بود. خیلی حرصم گرفت، اما قانون همین بود. مجبور شدم قبول کنم. در تلاش دوم تصادفاً مقداری پودر گچ به صورتش پاشیدم و دوباره پرتاب کردم. این بار حتی دورتر. واقعاً رکورد جهانی را شکستم. نفس می‌زدم. کاملاً دیوانه شده بودم. وقتی می‌رفتم بقیه ورزشکاران را تحریک کردم و گفتم این مدال طلا مال من است.